بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. خب اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از کتاب 40 حدیث امام نووی رحمه الله تعالی. درس امروزی ما آغاز می‌بود آنجا که شیخ می‌فرماید الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصدقة ضياء والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. یعنی حدیث 23 از ابو مالک حارث ابن عاصم اشعری رضی الله عنه روایت میکنند که گفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: الطهور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان است. الحمدلله، میزان را پر میکند. سبحان الله، الحمدلله، آنچه بین زمین و آسمان هاست پر میکند. نماز روشنایی است، صدقه برهان است، صبر و شکیبایی روشنی است. قرآن برای تو یا بر مقابلی تو حجت است، یا به فایده تو یا به مقابلی تو. مردمان بامدادان سعی و تلاش میکنند، پس کسی جانش را فروخته پس خود را رها میکند و کسی دیگر جانش را فروخته پس خود را به هلاکت مواجه میسازد. یعنی گفته ایستاد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر یک انسان از پگاهی سر کرده تا بیگه هم سعی و تلاش میکند یا به سبب انجام دادن بعضی کارها کار میکند که جونش از هلاکت و از عذاب الله رها میکند، خلاص میکند، یا کار میکند که تا شبه موجب عذاب الله میشود و خودش به هلاکت گرفتار میکند. این حدیث را مسلم روایت کرده است. الحديث الثالث والعشرون حديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.